همون جبریدگانی که در بنشان روزی هستند که با کمک ما کمتر نیاز دارند. ما هم کمتر یک چیزی که برای کودکان جمع کردیم اون را رسانیم. شما در اینترنت مثلا خودتون دیدید چی نوشتگی بود که دعوت میکردند؟ در اینترنت اما نمره تلفن های شما، آدرس هایی که در آنجا خوندم، خیلی من همین نزدیکی رو میستم برای این گفتم که بینم ممکن روز باشد، یکی حقیقتا روز هر چیزی که وردستن روز دوده فرستانده استن. رحمت برای شما، برای این کار شما. کسی که کمتر ایلوجش باشد خیلی بر هم حرکت ما هست این کار. اگر کسی که داشته باشد کمتر چی التماس برای برادران بدخشان، برای مردم خودمون. شما چی کمک کردید اگر؟ ما برای کودکان، برای که آیا فرزنده خودمان هستند، برای ما یک کمتر چیز لباس. در کارخانه جمعیت سهامی پوشیده اینترمبل که واقع در کوچه رحمان ابیف 205 قرار دارند، یکی از نقطه های کمکی به مردم ضرردیده بدخشان تا روز جمعه وقت داریم که قبول نماییم. وقتی که از سحر اعلان نمودن، یک چند نفر کمک خودشان رسانیدن، یک چند نفر دیگر طریق تلفنی زنگ زده گفتن که حاضر در راه هستند، آماده میرسند. حالا ما در یکی از نقطه های قرار داریم که برای مردم ضرردیده نوحه شغنانی بدخشان کمک میرساند و همگی بعد از چند ساعتی اعلان طریق شبکه اجتماعی فیسبوک اقل چندین نفر به این نقطه آمدند و کمک های خود را به این مردم رساندند. از جمله طوری ما میبینیم در اینجا برای بزرگسالان لباس ها هستند، همچنین برای کودکان بازیچه ها و لباس که تازه از بازار خریده شدند. باید گفت که در پایتخت علاقه 4 همین گونه نقطه تأسیس شده است و مردم با آهستگی هر آن چیزی که دارند برای مردم ضرردیده بدخشان کمکشان میرسانند. از جمله گفته میشد برخی از آنها مواد غذایی نیز گفتند یاردم میکنند و همچنین مقداری از پول نیز. مقامات نوحه شغنان ولایت بدخشان به 66 ساکن جماعت دهاتی سوچون که منزلهایشان را پوره سیل شسته است قطعه زمین جدا کردند. عزیز گیویف رئیس نوحه شغنان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مجموع در پی آمدن سیل 72 خانواده در نوحه شغنان زیان دیدند. رئیس نوحه شغنان گفت که قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان به محل حادثه رفته است و پس از آشنایی با وضع دستور داده است که به همه آنهایی که در پی سیل منزلهایشان را از دست دادند قطعه های نوی زمین جدا کرده شود. به این ترتیب مقامات نوحه شغنان با آنهایی که در پی سیل منزل‌های زیستشان را از دست دادند در دهه پایانابی منیم 10 هکتار زمین جدا کردند.